мусаллам аст ки баъди эълон гаштани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, мақоми китоб дар рӯзгори мардуми тоҷик дубора ҷойгоҳи хешро пайдо намуд ва имрӯз дар ҳар як хонадон камолу бедилу румӣ, рӯдакиву хайём, лоиқу фарзона ва дигар бузургони гузаштаву имрӯзро мутолиа мекунанд. мақсад аз роҳандозӣ намудани ин озмуни бонуфуз низ ҳамин буд, яъне оммавигардонии хониш ва баланд бардоштани маънавияти мардум. зеро китоб аз ҷумлаи гаронбаҳотарин мероси ниёгонамон буда, бо шарофати он насли имрӯзу оянда аз дастовардҳои тамаддуни ҷаҳонӣ, илму адаб, маънавиёти халқияту миллатҳои гуногун баҳраманд мегардад ва ҳамчун ворисони арзандаи мактаби бузурги худогоҳию хештаншиносии ниёгон барои ҳифзу гиромидошти арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ пайваста саъю талош менамояд. ин бор дар барномаи хеш як нафар китобдӯстеро баҳратон ошно месозем, ки дар даври ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст, донишу маҳорати худро дар номинатсияи адабиёти классикӣ нишон дод ва мақоми шоистаро соҳиб шуд. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم، نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم. چو در دست است رود خوش، بزن مطرب سرود خوش، که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم. صبا خاک وجود ما بدان عالی جناب انداز، بود کن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم. یکی از عقل می لافد، دیگر طامات می بافد، بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. بیا جانا منور کن ز رویت مجلس ما را، که در پیشت غزل خوانیم و در پایت سر اندازیم. سخندانی و خوشخوانی نمی ورزند در شیراز، بیا حافظ که تا خود را به ملک دیگر اندازیم. کتاب این سرچشمه تمام دانش‌های انسانیت به شمار می رود. برای همین هم آشنایی با کتاب، انیس و مونس شدن با کتاب به انسان فایده های زیادی دارد. و خوشبختانه چند سال مقدم با تشبث و ابتکار پیشوای ملت پرزیدنت محترم امام علی رحمان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اعلان شد و از همان روز اعتباراً مردم تاجیک از 7 ساله تا 70 ساله رو به کتاب آوردند و دانش و ملکه و مهارت و استعداد خود را در این آزمون نشان می‌دهند. خوشبختانه بنده نیز یکی از اشتراکچیان همین آزمون فروغ صبح دانایی در سال 2024 هستم و در دور جمهوریوی این آزمون غالب آمدم. عبدالوارث عبدالجبارов дар муассисаи таълимии литсеи рақами 1 шаҳри Истарафшан ба шогирдон аз фанни забон ва адабиёти тоҷик сабақ меомӯзад.
و مهر کتاب و مطالعه آن این آموزگار را وادار نمود که در این آزمون بی‌مثل شرکت نماید. او آزمون را از بهترین پدیده دوران صاحب استقلالی می داند، زیرا ملت ما محض با کتاب و کتابخانه، ذکاوت و معرفتناکی خود در جهان متمدن مقام شایسته کسب کرده است. اصلا آزمون فروغ سپه دانایی این یک میدان دانش و استعداد، میدانی که انسان خودش را میسنجد، برای پیشروی خودش حرکت میکند و کتابها را مطالعه نموده شعرها را از یاد مینماید. ببینید امروز تمام قشرهای جامعه این آزمون را دستگیری میکنند. امروز این آزمون مردمی شده است. این آزمون در هر یک خاندان راه یافته است و در هر یک خاندان انسان‌هایی هستند که شوق و رغبت به کتاب دوستی دارند و کتاب مطالعه میکنند. اگر ما نظر افکنیم امروز از خوانندگان مکتب‌های تحصیلات همگانی سر کرده تا دانشجوی و معلمان و کسب و کار گوناگون به این آزمون شوق دارند و اشتراک میکنند. امروز تمام قشرهای جامعه را دیدن ممکن است. دکتر هست و نماینده ساختارهای قدرتی اشتراک میکند، حربیان هستند، معلمان هستند، کارکنان کتابخانه ها اشتراک میکنند، نفقه خوران تا حتی اشتراک میکنند که این نشانه چی است؟ نشانه آن است که امروز این آزمون را همه دستگیری میکنند. البته این یک زمینه هم در جامعه ما داشت. اصلا مردم تاجیک شاعر پرور و شعردوست هستند و این سرزمین شاعرخیز است. و غیر از این بودن آزمون های شاهنامه خوانی، مولوی خوانی، رودکی خوانی. وقتی که همین آزمون اعلان گردید تمام این گوییم همین زمینه ها برای بهتر و خوبتر برای ماندن این آزمون چیکار کردند؟ سهم خود را گذاشتند. برای جامعه را با فرهنگ شدنش این آزمون خیلی نقش بزرگ می‌بازد. برای همین هم گفتن ممکن است که در بین آزمون هایی که در تاجیکستان است یکی از دوست داشته ترین آزمون ها به حساب می رود. این آموزگار کتاب دوست میگوید که قبل از اشتراکش در آزمون کلوار خود را برداشت که تا چه اندازه آماده است و شعر و غزل و رباعی و دیگر نوعهای شعری و نثر را بار دیگر به خاطر آورد. تا غالب شدن در دور جمهوری چند بار مهارت خود را در دورهای ولایتی و نهایی سنجید و نهایت مهنت و رنجهایش پاداش خوبی دادند. آثار بزرگان کلاسیکی برایش دنیای روشنایی، عالم آدمیت و معنویت است و محبتش به این ادبیات عالمگیر بی انتهاست. من کلوار خود را برداشتم و دیدم که بسیارتر من توجه دارم به ادبیات کلاسیکی، بیشتر به من معقول است ادبیات کلاسیکی و دیدم که قریب 200 تا غزل، بعد صدها بیت ها از دیگر نوعهای شعری و دیگر قصیده و داستان ها دارم. بعد سر کردم به تیاری. سال اول وقتی که به شهر دوشنبه رفتیم آنقدر تیاری خوب نبود، نمیدونم یا آن بسیار چیزها را نمیدانستیم که موفق نشدیم. سال دوم اشتراک نمودم و در دور جمهوری صاحب جای افتخاری گردیدم. سال سوم زحمت کشیدم، مهنت کردم و غالب آمدم و سزاوار جای سوم گردیدم از نومیناسیون ادبیات کلاسیکی. اگه سوال میشد که برای چه ادبیات کلاسیکی؟ به خاطر آنکه اول آنکه من بیشتر خودم دوست می‌دارم همین ادبیات رو. دیگر اینکه تیاری هم نسبت دیگر ادبیات ها بیشتر بود. بعداً این یک ادبیات ما یک ادبیات کلاسیک، ادبیات بی‌نظیر است. ادبیاتی است که در جهان مانند ندارد. این قدر ستاره ها در آسمان ادبیات ما می‌درخشند که شخص آنها را نادیده گرفته نمی‌تواند.
این رودکی و حافظ و سعدی و خیام و نظامی و دیگر ستاره هایی که امروز اینها با همون اشعار بزرگ خودشان دنیا را تسخیر کردند. و البته ما تاجیکان که صاحب همین ادبیات هستیم، چخیل می شود که با این ادبیات آشنایی نداشته باشیم و این ادبیات را از خود نکنیم. اشعاری که مثلا بزرگان ما آفریدن اشعاری است که بسیار دلنشین و اشعاری بسیار هم دلفریب است که شخص این شعرها را از یاد نکرده نمیتواند. اگر من با خاندان هر یک تاجیک روی دیگر حتما از رودکی، از حافظ، از سعدی فرزندا خودی پدر و مادر از یاد میدانند. نگاه کنید: گرفت خواهم زلفین عنبرین تو را، به بوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را. یا هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزند آن ماد، گویی مگر آن باد همی از ختن آید. ای ساربان آهستران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. من مانده ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او، گوی کنیش دور از او در استخوانم می رود. ای باد بام دادی خوش می روی به شادی، پیوند روح کردی پیغام دوست دادی. بر بوستان گذشتی یا در بهشت بودی، شاد آمدی خرم فرخنده بخت بادی. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. و بوی نافه کاخیر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار کیش. مسلم است که در خاطر نگاه داشتن اینقدر تعداد زیادی ادبیات نه به هر کس میسر شده میتواند. به خصوص اثرهای نثری را در یاد گرفتن نهایت مشکل است. در این خصوص عبدالوارث عبدالجبارов ابراز نمود که مشکلی نیست که آسان نشود و به اشتراکچیان چند توصیه خود را بیان نمود. البته در حقیقت هم از خود کردن نثر تا اندازه مشکلی های خودش را دارد، زیرا که اصلا نگاه کنید قریب در نامگو قریب تا 50 اثرهای نثری، نثر روایتی، هم نثر کلاسیکی، هم آثار پهلوی آورده شده است که هر یکی آنها را در خاطر نگاه داشتن هم خیلی مشکل است. لحظه بعداً حکمان داوران همون لحظه های حساس رو، بسیار لحظه های نازک رو میپرسند که بعضا انسان با اون اعتبار نمیدهد. برای همین هم شخصا من چیکار میکردم؟ کتاب را مطالعه میکردم باب به باب و برای خود تا اندازه کنسپیک میکردم، جایهای درکاری را نوشته میگرفتم و بعضا کلمه ها، بعضی جمله هایی که هست از یاد میکردم، به خاطر آنکه همین چیز از یاد میشد بعد همون لحظه ها به خاطرم می آمد. البته باید که یک بار خواندن که نمیشن، باید 2 بار 3 بار تا چقدر تانید خوانید اگر باز انسان کتابی که میخواند باز یک چیزی نوی پیدا میکند وقتی که بار دیگر میخواند. برای همینم نوشتن آنها را در خاطر نگاه داشتن بسیار خوب است، برای آنکه بار دوم وقتی در کار شما میتوانید به هم خاطراتان نگاه کنید و چیکار کنید؟ هم موادی بوده را به خاطر آورید. من از نثر روایتی 4 درویش، 1001 شب، سیمباد نامه، ابو بسلیم نامه پیشنهاد کرده بودم. از نثر کلاسیکی از 2 اثری تربیوی اخلاقی ما سر کرده، از گلستان و بهارستان، بعد قابوسنامه، نوروزنامه عمر خیام، بدایل وقایع، نوادر الوقایع احمد دانش،
بعد دیگر اثرها بودن. بعد از آثار پهلوی نیز یک 10 اثر نصیحتنامه ها را پیشنهاد کرده بودم که خیلی اثرهای بلند بودند و از همین دایره همان چیز مرا پرسیدند و خوشبختانه جوابهای قانع کننده دادم. موافق نظامنامه آزمون در سمت ادبیات کلاسیکی از یاد کردن رباعی و دوبیتی ها نیز مهم است و این قهرمان ما نیز در مجموع 200 رباعی، از این شماره 100 رباعی از عمر خیام، 200 دوبیتی از خود کرده است و فرق رباعی و دوبیتی را که هر دو از 4 مصرعی عبارتند با چند دلیل فهمانید. بسیارا در حقیقت همین بین رباعی و دوبیتی فرق نمیگذارند، فرق نمیکنند. فرق دارد. دوبیتی اول عمومیتش را گوییم، هر دو اینها 4 مصرع هستند. دوبیتی هم 4 مصرع، رباعی هم 4 مصرع. قافیه ها هم ا و ا ب ا، قافیه ها هم درست میاد با هم دیگر، عمومیت دارند، لیکن فرقیت هم دارند. فرقیت در چی است؟ خب دوبیتی فقط همگی در یک وزن سراییده می شود، در یک وزن سراییده می شود. رباعی باشد در 24 وزن سراییده می شود، با هجای دراز سر می شود. دوبیتی باشد با هجای کوتاه سر می شود. فرق اساسی دوبیتی رباعی هم در همین است. این کوزه چمان عاشق زار بود است و اندر تل بیروی نگار بود است. این دسته که برگردن او می بینی دسته است که برگردن یار بود است. دوبیتی ها از بابا طاهر اوریان. اگر دلبر و دلبر کدام است و اگر دلبر دل و دل را چنام است. دل و دلبر به هم آینه وینم، ندونم دل کی و دلبر کدام است. عبدالوارث عبدالجبارов میگوید که آزمون فروغ سپیدانوی کتاب است میدان رقابت سالم ذهنی را میان گروه های گوناگون جامعه از جمله خوانندگان همه زینه‌های تحصیلات، آموزگاران، خادمان مؤسسه‌های فرهنگی و غیره را به میان آورد و در سمت بلند برداشتن دانش و ملکه و سطح جهانبینی آنها تکان جدی بخشیده است. آزمون مذکور همزمان ذوق کتابخوانی را در میان قشرهای گوناگون جامعه بلند برداشته، توجه نورسان و جوانان را به کتاب و کتابخوانی و آموزش ادبیات بیشتر نموده است. امروز این آموزگاری موفق شاگردان خود را نیز به این آزمون آماده می کند که نتیجه خوب به بار آورده ایستاده است. امروزها گفتم ممکن است که در بین خوانندگان برای اشتراک در آزمون فروغ سپیدانوی بسیار یک رقابت سخت رفته ایستاده است. هر یک خواننده میخواهد که در آزمون چی باشد؟ غالب باشد. برای همین منم البته شاگردا دارم. امروز قریب 12 نفر شاگردا رو تیار کرده ایستادم. خب آنها مثلا سالهای پیش تا دور ولایتی می آمدن، بعدا در ولایتی هم جا گرفتن. سال گذشته 2 نفر باز در جمهوری هم رفته اشتراک کردن ولی حالا گوییم غالب نآمدن، حالا موفق نشدن. من باوری دارم که این سال بسیار هم خوب می شود و یک چند شاگردای من هم سزاوار جایها در آزمون جمهوری خواهند شد، زیرا که تیاری ما خیلی جدی است. ما از همان خطاهایی که پیشتر کرده بودیم خلاصه های در کاری برآورده، در بالای همون ضعف خود ما چیکار کرده ایستادیم؟ کار کرده ایستادیم که خدا خواهد امسال ممکن 1-2-3 نفر در ولایت جا گیرند و در جمهوری هم اشتراک نموده سزاوار جاهای افتخاری گردند. این قهرمان ما میگوید که هر کار را اگر با محبت آغاز کنی، البته تلخ‌ها شیرین و میزها زرین و زندگی نیز از محبت رنگ دیگر میگیرد. با همین اندیشه به برنامه نیز انجام میبخشیم. از محبت تلخ‌ها شیرین شود و از محبت میزها زرین شود. از محبت دردها صافی شود و از محبت دردها شافی شود. از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مول می شود.
از محبت دار تختی می شود و از محبت بار بختی می شود. از محبت سیجن گلشن می شود، بی محبت روزه گلخن می شود. از محبت نار نوری می شود و از محبت دیو و حوری می شود. از محبت سنگ روغن می شود، بی محبت موم آهن می شود. از محبت حزن و شادی می شود و از محبت غول حادی می شود. از محبت نیش نوشی می شود، بی محبت شیر موشی می شود. از محبت سقم صحت می شود و از محبت قهر رحمت می شود. از محبت مرده زنده می شود و از محبت شاه بنده می شود. این محبت هم نتیجه دانش است، کی گزافه بر چنین تختی نشست.